سلام دوستای عزیز، در این ویدیو 50 جمله و عبارت بسیار مهم و بسیار کاربردی روزمره را با مثال و به صورت بسیار ساده و آسان یاد میگیریم. و اگر خواستید PDF و سافتی این جملات و عبارات را داشته باشید در کامنت ها عدد 2 را ارسال بکنید، ما برای شما میفرستیم. عبارت اول go ahead، جلو رفتن یا اجازه دادن انجام کاری. مثلا میگیم go ahead start your homework. قسمی که شما میتوانید فارسیش بخوانید، نیاز نیست که دوباره بخونم برای شما، چون وقتی ویدیو زیاد گرفته میشه و وقت شما هم زیاد گرفته میشه. از این خاطر فقط انگلیسیش میخونم، فارسیش خود شما میتونید که بخوانید. شماره دوم hold on، صبر کردن. مثلا میگیم hold on I'm coming. hold on I'm coming. شماره سوم slow down. slow down به معنای آهسته کردن یا از سرعت چیزی کاستن. مثلا میگیم slow down you are driving too fast. عبارت بعدی come in، داخل شدن. مثلا وقتی میخوایم یک نفر رو بگیم داخل بیا، معمولا میگیم come in please، یعنی بیا داخل لطفاً. رفقا عبارت پنجم calm down، یعنی آرام شدن. وقتی که میگیم calm down یک نفر میگیم یعنی آرام شو، آرام باش. calm down حرف ال ناخوانا هست و ام خوانده میشه calm down. مثلا میگیم calm down everything is okay، آرام باش، همه چیز خوب است. دوستای عزیز رسیدیم به سلاید دوم، عبارت ششم. از این که تا فعلا با ما هستید تشکری میکنم. عبارت ششم hurry up. hurry up یعنی عجله کردن. وقتی یک نفر سرش ناوقت شده یا مثلا ناوقت شده سر خود ما، یک نفر میخوایم بگیم عجله بکنید، از این جمله استفاده میکنیم یا از این عبارت استفاده میکنیم hurry up we are late. مثالش hurry up we are late. عبارت هفتم sit down. sit down یعنی نشستن. sit دوستای عزیز نشستن میشه و down هم پایین معنا میده. sit down یعنی نشستن. مثالش sit down and listen. sit down and listen. the listen رفقا حرفی T silent است و خوانده نمیشه. عبارت هشتم wake up. wake up یعنی بیدار شدن. وقتی یک نفر میگیم wake up یعنی بیدار شو. wake up it's morning. مثالش wake up it's morning. عبارت نهم look out. look out. look به معنای نگاه کردن، out هم به معنای بیرون، اما در اینجا معنایش میشه مواظب بودن یا مراقب بودن. look out یعنی مواظب باش. look out there is a car. مثالش look out there is a car. جمله دهم یا عبارت دهم shut up. shut up یعنی ساکت بودن. البته وقتی یک نفر میگیم shut up یکم غیر محترمانه هم هست. مثلا میگیم please shut up in class، لطفاً در صنف ساکت باش، ولیکن به معنای ساکت بودن و آرام بودن است. سلاید سوم جمله 11 یا عبارت 11 cheer up. cheer up به معنای خوشحال شدن یا خوشحال کردن. مثالش cheer up don't be sad، یعنی خوشحال باش، غمگین نباش. جمله 12 grow up. grow به معنای رشد کردن و بزرگ شدن، up هم به معنای بالا، اما اینجا معنای متفاوت داره، به معنای بزرگ شدن. مثالش I want to be a teacher when I grow up. I want to be a teacher when I grow up. جمله 13 hang on. hang on به معنای صبر کردن. hang به معنای آویزان معنا میده، آن هم بالا، اما اینجا معنای متفاوت داره، به معنای صبر کردن. hang on صبر کردن. مثالش hang on I will call him. hang on I will call him. جمله 14 carry on. carry on یعنی ادامه دادن. carry یعنی حمل کردن، یک چیزی را از یک جای به جای انتقال دادن. آن هم به معنای بالا، اما اینجا به معنای ادامه دادن هست، هر دو تایش که یک جای بیه. carry on ادامه دادن. مثالش carry on with your work. carry on with your work. عبارت 15 keep going. keep رفقا به معنای نگه داشتن است. going هم به معنای رفتن.
اینجا میشه ادامه دادن. مثلا keep going you can do it. keep going you can do it. سلاید 4 جمله 16 یا عبارت 16 come on یعنی بیا دیگه یا زود باش یا عجله کن. come on let's go. come on let's go. مثالش جمله 17 یا عبارت 17 go away دور شدن. go away دور شدن. go به معنای رفتن رفقا و away هم به معنای دور شدن. go away یعنی دور شدن. مثالش go away please. go away please. عبارت بعدی عبارت 18 turn on روشن کردن. turn on روشن کردن معمولا با چیزای الکترونیکی و برقی استفاده میشه. مثالش turn on the light. turn on the light. بعدیش 19 turn off. turn off باز هم با چیزهای الکترونیکی استفاده میشه به معنای خاموش کردن. مثالش turn off the TV. turn off the TV. بعدیشی 20 جمله 20 میشه pick up. pick up میشه برداشتن. pick up برداشتن. مثالش pick up your bag. pick up your bag. سلاید 5 عبارت 21 give up یعنی تسلیم شدن. give up یعنی تسلیم شدن. don't give up مثالش don't give up. عبارت 22 find out. find out یعنی کشف کردن، فهمیدن یا چیزی را دانستن. مثالش I want to find out the truth. I want to find out the truth. عبارت 23 point out. point out. point یعنی اشاره کردن و out هم یعنی بیرون. اینجا به معنای اشاره کردن یا نشان دادن. مثالش he points out the mistake. he points out the mistake. عبارت 24 work out. work out. work به معنای کار کردن و out هم بیرون معنا میده، اما اینجا به معنای ورزش کردن و حل کردن معنا داره. مثالش I work out every day. I work out every day. عبارت 25 look up. look up. look به معنای دیدن و نگاه کردن و up هم به معنای بالا، اما اینجا به معنای جستجو کردن هست، چون دو تایش با هم آماده به معنای جستجو کردن هست. look up the word in a dictionary. look up the word in a dictionary. مثالش عبارت 26 سلاید 6 تشکر ویژه که تا فعلا با ما هستید. برای دلگرمی ما و تشویق ما میتونید که لایک بکنید، کامنت کنید و کانال سابسکرایب بکنید. عبارت 26 gets up هست. gets up. gets up به معنای برخاستن و بلند شدن. مثالش I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. عبارت 27 استاد شدن. stand up یعنی استاد شدن. stand up استاد شدن. مثلا وقتی میخواین یک نفر بگین که استاد شو از این جمله استفاده میکنید stand up please. stand up please. عبارت 28 give back. give به معنای دادن و back هم میشه پشت سر. give back یعنی پس دادن یا چیزی را دوباره برگرداندن. مثالش give back my book. give back my book. عبارت 29 dress up. dress up. dress لباس پوشیدن، up هم بالا، اما اینجا به معنای شیک پوشیدن است. dress up یعنی شیک پوشیدن. مثالش she dressed up for the party. she dressed up for the party. عبارتی 30 میشه cut off. cut off یعنی جدا کردن یا قطع کردن. مثالش the call was cut off. the call was cut off. سلاید 7 عبارت 31 puts on. put به معنای گذاشتن هست رفقا و آن هم به معنای بالا، اما هر دوتایش که یک جای بیاید به معنای پوشیدن. put on یعنی پوشیدن. مثالش put on your jacket. put on your jacket. عبارت 32 میشه take off. take off به معنای در آوردن و بیرون آوردن یا لباس کشیدن. به معناهای دیگه هم هست، فعلا شما منقدر بلد باشین به معنای در آوردن و بیرون آوردن. مثالش take off your shoes. take off your shoes.
عبارت 33 drop off. drop off یعنی پیاده کردن. مثالش I will drop you off at school. I will drop you off at school. عبارت 34 take care یعنی مراقب بودن. take care یعنی مراقب بودن. مثالش take care of yourself. take care of yourself. مراقب خودت باش. عبارت 35 look after به معنای مراقبت کردن. look after به معنای مراقبت کردن. ببینید دوستا، مراقبت کردن با جمله قبلی که مراقب بودن بود فرق داره. مراقب بودن یعنی مراقب خودتان باشید، مراقب اعمال و رفتار خودتان باشید، در کل فوکس اصلیش سر خود شما هست. اما مراقبت کردن به معنای مراقبت کردن از چیزی دیگه یا از کسی دیگه. مثالش She looks after her brother. She looks after her brother. سلاید 8 عبارت 36. دوستای عزیز، از این که تا فعلا همراه ما هستید و ویدیو رو میبینید، نشان دهنده این است که شما آدمایی با حوصله هستید و متمرکز هستید و از همه مهمتر برای هدفتان که یادگیری زبان انگلیسی هست وقت میگذارید. عبارت 36 turn left. turn left یعنی چرخیدن به چپ. turn دوستای عزیز چرخیدن میشه و left هم چپ، طرف چپ. turn left یعنی چرخیدن به چپ. مثالش turn left at the corner. turn left at the corner. عبارت 37 check in. check in یعنی ثبت نام کردن. وقتی مثلا در یک مکانی وارد میشین و ثبت نام میکنین میشه check in. مثالش we checked in at the hotel. we checked in at the hotel. عبارت 38 check out. وقتی از یک مکانی خارج میشین از این جمله استفاده میکنین، یا همین جمله به معنای خارج شدن از مکانی هست یا تصفیه حساب کردن. مثالش we checked out at noon. we checked out at noon. عبارت 39 log in. log in یعنی وارد شدن حساب. مثلا زیادتر در شبکات اجتماعی در اینترنت استفاده میشه. وقتی میخواین شما لاگ in شوین یعنی در حساب خودتان وارد میشین. مثالش log in to your account. log in to your account. عبارت 40 log out. log out. ببینید دوستا، log نخوانید، log out یعنی بیرون شدن از حساب. معمولا در شبکات اجتماعی و اینترنت استفاده میشه. مثالش don't forget to log out. don't forget to log out. سلاید 9 عبارت 41 come back یعنی برگشتن. come back یعنی برگشتن. come یعنی آمدن و back هم میشه عقب یا پشت سر. مثالش come back soon. come back soon. عبارت 42 fill in. fill به معنای پر کردن و این هم میشه داخل. fill in یعنی پر کردن. مثالش fill in the form. fill in the form. عبارت 43 lie down. lie به معنای دراز کشیدن و down هم پایین. هر دوتایش میشه lie down یعنی دراز کشیدن. مثالش lie down and relax. lie down and relax. عبارت 44 sign in. sign in یعنی ثبت نام کردن و حرف جی در اینجا خوانده نمیشه دوستا. sign in ثبت نام کردن. مثالش sign in before class. sign in before class. در اینترنت وقتی که برای اولین بار شما در یک سایتی یا در یک برنامه با استفاده از ایمیلتون ثبت نام میکنید میشه sign in. sign in میشه ثبت نام کردن. عبارت 45 wait up. wait up یعنی صبر کردن. مثالش wait up I'm coming. wait up I'm coming. سلاید 10 عبارت 46 آخرین سلاید. عبارت 46 watch out. watch out. رفقا حرف تی در اینجا خوانده نمیشه و ناخوانا هست. watch out یعنی مواظب بودن، مراقب بودن. مثالش watch out for the dog. watch out for the dog. عبارت 47 back off. back off به معنای عقب رفتن. مثالش back off give me space. back off give me space.
عبارت 48 hang out. hang به معنای آویزان کردن، آویختن و out هم بیرون. اما اینجا معنای متفاوتی داره، هر دوتایش یک جای شده و معنایش میشه وقت گذراندن. مثالش I hang out with my friends. I hang out with my friends. عبارت 49 throw away. throw به معنای انداختن و پرتاب کردن و away هم میشه دور. throw away یعنی دور انداختن. مثالش throw away the trash. throw away the trash. عبارت 50 و آخرین عبارت میشه write down. write down. حرف W در اول رفقا ناخوانا هست و خوانده نمیشه. write down یعنی یادداشت کردن. یادداشت کردن. مثالش write down the answer. write down the answer. اگر مثلا یک تا جواب بود میشه answer. اگر چندین تا جواب بود میشه answers. write down the answers میشه جواب ها را یادداشت کن. تبریک میگم رفقا، شما موفق شدید 50 جمله و عبارت بسیار مهم و کاربردی روزمره را یاد بگیرید و بیاموزید. اگرچه شاید فکر بکنید کاری بزرگی نیست، ولیکن کاری بسیار بزرگی انجام دادید، چون هر کس اهل یادگیری نیست و هر کس نمیتونه بیاموزد. از این که تا فعلا همراه ما بودید یک جهان سپاس. اگر خواستید سافت و پی دی اف درس را دریافت بکنید می توانید در کامنت ها عدد 2 را بنویسید. بدرود تا درس بعدی.